کتاب تاجیکانی متفکری برجسته قهرمان جمهوری تاجیکستان باباجان غفوروف نمونه به‌بهاترین تاریخی بوده 10 سال هاست که ارزش بی‌نظیر خود را گم نکرده است. ادامه اقدام پیشوای ملت ضمن ارائه پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مورد تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر یک عائله مملکت تحفه نمودن شاه اثر باباجان غفوروف تاجیکان را اهل ضیا و ساکنان مملکت باعث تحسین خوانده عمل عاقلانه ارزیابی نمودند. کتاب تاجیکان قهرمان خلق تاجیک باباجان غفوروف از مقدمه و 6 فصل عبارت بوده. اولین مرتبه سال 1947 با زبان روسی نشر شده تاریخ خلق تاجیک را از ساخت جمعیتی در بر گرفته است. شاه اثر مذکور در شناخت و معرفی تاریخ خلق تاجیک، فرهنگ، تمدن و دولتداری تاجیکان میان دیگر خلقیت و ملت‌ها نقش بی‌نهایت کلیدی دارد. تاجیکان اثری است که در خود با مضمون و محتوایش تاریخ تمدن، فرهنگ و جامعه آسیای مرکزی و خلق تاجیک را که در مرکز دقت مورخ جای گرفته است در بر میگیرد و نخستین مرتبه پیوستگی خلق تاجیک را با اقوام آریایی تبار اثبات نمود و من بعد این زمینه را در راه آموزش تاریخ عهد قدیمترین و قدیم خلق تاجیک برای مورخان آینده مخصوصا در جامعه صاحب استقلال گذاشت. ضمن پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به ارزش علمی اثر باباجان غفوروف کتاب تاجیکان بهای بلند داده شده. تاکید گردید که تاریخ خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی می باشد. همزمان از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دستور داده شد که با مقصد آموزش عمیق تاریخ خلق تاجیک کتاب تاجیکان تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از نو نشر گردیده به هر یک عائله مملکت تحفه کرده شود. با تشبث پیشروی ملت اکنون تاجیکان به هر یک عائله تقسیم کرده می شود به خاطر آنکه که تاجیکان انعکاس کننده تاریخ واقعی ملت تاجیک است. نخستین مجموعه است که تاریخ خلق تاجیک را، تاریخ نیاگان آن را به طور ابجکتیوی انعکاس می نماید. تا این دوره نسبت به تاریخ خلق تاجیک، نسبت به مسئله های مبرم تاریخ نیاگان تاجیکان تحقیقات های زیاد از جانب محققان خارجی صورت گرفت، ولی این تحقیقات ها همه به طور ابجکتیوی نسبت به خلق تاجیک صورت گرفته است. از همین لحاظ ضرورت آموزش تاریخ تاجیکان را پیش از همه خود پیشوای ملت در اساس آثار تاریخی باباجان غفوروف قید کرده است و از نگاه این فرزانه خلق تاجیک آموختن تاریخ خلق تاجیک در جامعه صاحب استقلال مثبت ارزیابی می شود. این شاه اثر معتمد تاریخی که ارزش علمی بزرگ دارد نه تنها صحیفه های تاریخی ملت تاجیک و مردم همزبان بلکه تاریخ خلقهای ازبک و قرغیز و قزاق و ترکمن را تا اندازه در بر گرفته است و با زبان های ازبکی، فارسی، انگلیسی، پولیاکی، ژاپنی نیز ترجمه گردیده از جانب محققان نمایان و شرق شناسان دنیا پذیرفته شده است. از نام پیشوای ملت تحفه گردیدن کتاب تاجیکان باباجان غفوروف برای از خود کردن تاریخ خلق تاجیک زمینه گذاشته نسل جوان را به خودشناسی و خودآگاهی هدایت می نماید. زلفیه رحیمزاده، بابالی تقوزاده، فیروز موسی، اخبار.